سلام. پیپل هارتون چطوره؟ امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید. هنوز نمیدونید در مورد چیه، ولی خب اوکی. من یه 7-8 ماه، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 5 تا 15 20 سالی فکر کنم که کلن روی تمام سوشال مدیا اصلا دیاکتیو بودم. اصلا نبودم، کلن به هیچ وجه نبودم، ولی برگشتم با دست پر، چون که داشتم تجهیزاتم آپدیت میکردم، یاد میگرفتم ادیت کردن اینا. الان اینجام قراره کلی ویدیو خفن بگیرم با اون همراه باشم. حتی این ویدیو رو فکر نمی‌کنم کسی نگاه کنه و اصلا لذت ببره، چون مثلا برگشتی که خب برگشتی، خب به تو، ولی خب همین بعد کانتنت های بالاتری میسازم. فعلا خدافظ.